سلام بچه‌ها. اگه شما هم مثل من عشق کتابید، بیاید امروز بریم با هم دیگه به یکی از کتاب فروشی‌های خیلی معروف توی لس آنجلس به اسم بارنز اند نوبل. همه کتابا بر اساس کاتگوریاشون از هم جدا شدن و شما خیلی راحت میتونید برید به اون بخش کاتگوری مورد علاقتون و کتابی که دلتون میخواد رو پیدا کنید. تمام این قفسه فقط برای استار وارز بود. این همه کتاب. یه بخش خیلی بزرگی بود برای کتاب‌هایی که مخصوص نوجواناست. انقدر زیاد بود، انقدر تنوعش زیاد بود که من همش به خودم میگفتم کاش من نوجوان بودم، تو اون سنم میتونستم بیام اینجا و کلی کتاب بخرم. اینجا هم دیگه رسیدیم به بخش مورد علاقه من، هنر. کتاب یکی از جالب ترین چیزایی بودش که توی کاتگوری آبرنگ من دیدم. طرف چپ تصویریه که نقاش کشیده، هنرمند کشیده و رنگایی که استفاده کرده رو گذاشته و سمت چپ یه کاغذ طرح ساده اون تصویر گذاشته شده و شما میتونید روش نقاشی بکشید. اون کاغذی که سمت راسته کاغذ مخصوص نقاشی آبرنگ بود و خیلی ایده جالبی بود. این قفسه هم درباره حیات وحش و طبیعت بود که یکی از اصلی ترین منبع‌های الهام من برای کارهای هنریه. و گل سرسبد بخش شعر و ادبیات، ترجمه انگلیسی اشعار حضرت مولانا.
یه عالمه صفحه موسیقی اینجا بود از هر هنرمندی که فکرشو بکنید. اینجا هم میبینید من انقدر خوشحالم برای اینه که صفحه آهنگ‌های کارتون بیوتی اند بیست رو پیدا کردم که مورد علاقه ترین کارتون دیزنی منه. ایشونم که عشق اول و آخر من، خانم لانا. خیلی دوست داشتم صفحه‌هاشو بخرم ولی متاسفانه دستگاه پخششو ندارم. اینم کتاباییه که من امروز خریدم. چند تا رمان کلاسیک میخواستم که نخونده بودمشون. این کتاب 1984 یه داستان فیکشنه که خیلی قشنگه، بهتون توصیه میکنم بخونید. و اینکه مرسی که همراه من بودین. تا ویدیو بعدی.